با اطلاع بانک جهانی تاجیکستان قصد دارد معیار قرض‌های از خارج کشور با کفالت دولتی گرفته‌اش را از 40% مجموع محصولات ناخالص ملی تا به 60% افزایش دهد. کارشناسان بر این نظرند که اگر قرض‌ها به منظور رشد اقتصاد گرفته شوند، این امر به تاجیکستان ضرری نخواهد داشت. تا حال طبق توافق دولت تاجیکستان و صندوق بین المللی پول مقرر کرده بودند که دوشنبه میتواند حجم قرض‌های دولتش را تنها تا 40% حجم تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان دریافت کند. در کشورهای پیشرفته افزایش معیار جلب قرض‌های دولتی خارجی یک تجربه معمولی میباشد و با گفته شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان از چنین اقدام ساکنان نباید هراسی داشته باشند. شریف رحیمزاده میگوید ما به نزدیکی در کشورهای نزدیک بالتیکا بودیم، لاتویا و لیتویا. قرضش هم نشان دهنده همین قرض نسبت مجموع محصولات داخلی 60% است و در بسیاری کشورها علاقه از 60%. در امریکا 103% است، در ژاپن 200% است. این فقط یک نشان دهنده نظارتی است که کشور تا یک دوره معین میتواند که سطح قرض‌های خارجی را نسبت مجموع محصولات داخلیش نگاه دارد. هیچ خطر ندارد. فعلا تاجیکستان از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی ملی بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار قرضدار است. برای بازگردان و پرداخت فایزهای این قرض کشور در بودجه سال 2018 حدود 1 میلیارد و 220 میلیون سومانی معادل 138 میلیون دلار جدا کرد که برای بودجه تاجیکستان خیلی زیاد است. برای مثال این مبلغ برابر به مصرف‌های بودجه برای ساحه تندرستی در تمام سال می باشد. تاجیکستان بیشتر از دیگران در نزد چین قرضدار است که بخش اساسی قرض 1.2 میلیون دلارش به کفالت دولتی گرفته شده است. این رقم برابر 52% مجموع عمومی قرض‌های دولتی تاجیکستان دانسته می شود. همچنین تاجیکستان از بانک جهانی حدود 300، از بانک آسیای رشد بیش از 235 میلیون دلار و بانک اسلامی رشد و صندوق بین المللی پول در مجموع 217 میلیون دلار قرضدار می باشد. عبدالمنان شیرالیو، تحلیلگر اقتصادی تاجیک که در خارج تاجیکستان زندگی می کند، در تماس با رادیو آزادی گفت که اقتصاد کشور وابستگی سخت به پول مهاجران داشت و دارد و تا حال راه حل این مشکل پیدا نشده است. وی معتقد است که تا چند سال دیگر وابستگی تاجیکستان به قرضهای خارجی باقی می ماند. تاجیکستان برنامه رشد کشور تا سال 2030 را تهیه کرده می خواهد از کشور کشاورزی و صنعتی به برعکس آن تبدیل شود. با این دلیل با اعتقاد صاحب نظران اجرای این هدف بدون جلب بیشتر قرضهای خارجی امکان پذیر نمی شود. از سوی دیگر سال گذشته تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون به مبلغ 500 میلیون دلار یوروباندها را به فروش گذاشت که خریدارانش از جمله کشورهای غربی بودند.